خدایا میخواهم همین امشب قلم و کاغذی بردارم و همه درد دلهای زندگیم را برایت بنویسم. خداوندا میخواهم بنویسم که من بدون یاری تو و بدون حمایت تو هیچ قدرتی در زندگیم ندارم و من برای رسیدن به آرزوهایم به یاری تو سخت نیازمندم. بارالها میخواهم بنویسم که من بنده کوچک تو هم و تو خدای بزرگ منی و من در این مسیر سخت زندگی نیاز دارم که بهترین مسیرها را نشانم دهی و دستم را بگیری و نظری بر احوال دل این بنده کنی. Likey